سرخط خبرها. اگر ما در حین مذاکره تخلفی و نقضی رو از آمریکایی‌ها و افراد مذاکره کننده در طرف مقابلمون ببینیم، در میدان به اونها پاسخ خواهیم داد. افزایش تنش و اعلام آمادگی به جنگ. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به گونه کامل شکست خورده و تقریبا همه شرایط واشنگتن را پذیرفته است. قالیباف اما گفت هرگز اجازه دخالت ایالات متحده در تنگه هرمز را نمیدهیم. مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در حال برگزاری است و سپاه گفت اگر دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود با پاسخ قاطع و قدرتمند روبرو می شود. هشدار اتحادیه اروپا: سلامت مادران در افغانستان در آستانه بحران. دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیای اقیانوسیه گفته که سلامت مادران در افغانستان با بحران جدی روبروست. این نهاد افزوده که محدودیت‌ها بر آموزش پزشکی زنان و دسترسی محدود به خدمات درمانی وضعیت موجود را بیش از پیش وخیم کرده است. و سقوط مرگبار موتر مهاجران در لغمان، 22 کشته، زخمی و ناپدید. مسئولان محلی در ولایت لغمان میگویند که در نتیجه سقوط یک موتر حامل مهاجران بازگشته به دریا در مسیر شاهراه کابل جلال‌آباد در ولایت لغمان 22 نفر کشته، زخمی و ناپدید شدند. بر بنیاد گزارش‌های ابتدایی تا اکنون جسد 4 تن و 8 زخمی از دریا بیرون کشیده شده و 10 تن دیگر همچنان ناپدید هستند. با نام خدا و درود بر شما. به خبر پنجوسی از یک با من اسماعیل سادات خوش آمدید. ترامپ به تازگی گفت ایران به گونه کامل شکست خورده و تقریبا همه شرایط آمریکا را پذیرفته است. قالیباف اما میگوید هرگز اجازه دخالت ایالات متحده در تنگه هرمز را نمیدهیم. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرده که اولویت کشورش همچنان جنگ با جمهوری اسلامی است و هر زمان که هر کس را بخواهد از بین میبرند. مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در حال برگزاری است و سپاه پاسداران گفته اگر دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود با پاسخ قاطع و قدرتمند روبرو می شود. برای بحث بیشتر در این باره همراه می شویم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل. آقای فاطمی شما را خوش آمدید. میگیم ادعاهای مکرر ترامپ مبنی بر شکست ایران و پیروزی ایالات متحده به چی هدف صورت میگیره و ترامپ به دنبال چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بیننده های سرویس خبری شما. خب طور که در این مورد بارها صحبت کردیم و گفته بودیم که دونالد ترامپ با وجودی که خودشان میدانه و همگی میدانند که جنگ نبردن و توان پیش برد ظلم ندارن، اما چیزی را که او آرزو داره و تمنا داره است که ولو که جنگ باختم بالای میز همینقدر ظاهر شود که جنگ ای برد و طوری که در حتی 1.5-2 ماه قبل برای دونالد ترامپ گفته شده بود که یک طرفه اعلان کو که جنگ بردیم، مسئله را ختم کو، خود از این بنبست بکش. چرا که او نیاز به می داره که بگوین که اگر او میترسه اگر گفته شو که جنگ دونالد ترامپ باخته و او هم قبول کنه که باخته، بنان دی باخت از این جنگ تنها باخت از این نیست که جنگ باخته، بلکه جنگ سیاسی را میبازه، انتخاباتی را میبازه و در اونجا به حساب همو حیثیتش از بین میره. چون جنگی را که آغاز کردن اینا آغاز کردن و به اهداف که آغاز کردن یکیشان به دست نآوردن. هیچ نوع اهداف خود به دست نآوردن، بلکه برعکس این جنگ اضرار بسیار زیادی برای امریکا داشت، از لحاظ حیثیتی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی. امریکا بسیار چیز باخته، بسیار چیز از دست داده. شما میبینین خودتان تحرکات منطقوی را میبینین. هر روز اگر امریکا این جنگ برده، امریکا باید توسعه میداد در منطقه، قوای خود یا او را تقلیل میداد. شما میبینین که داره تقلیل میده، داره قوای خود جمع کرده رئیس، پایگاه های خود بسته کرده رئیس. از این بابت واضح است که کسی که جنگ برده او در منطقه است و کسی که جنگ باخته او خود جمع میکنه و ایست از منطقه میبرایه. از این بابت در این شک نیست و این تحلیل یک جانبه نیست، از یک نفر نیست. شما در سطح جهان چی تحلیلگرای غربی را ببینین، چی تحلیلگرای شرقی را ببینین، کلگی یک چیز میگن که جنگ ایران برده و امریکایی جنگ بد رقم باختن، اما پایشان بند مانده در اینجا. اونا به می خاطر کوشش داره دونالد ترامپ که
بالای میز مذاکرات طور نشان بده که اونا دست بالا دارن. همین در مورد از امتیازاتی که فرضاً امریکا میگه که ما همه چیزی که اهداف داشتیم اون را به دست آوردیم و جنگ ما بردیم. اگه همه چیز شما به دست آوردین و اهدافتان را به دست آوردین، با چرا منطقه را ترک میکنین؟ چرا شما فرضاً دارین به ایران امتیازات داده میرین؟ قبلا شما پولش نمیدادین، پولش دادین. شما قبلا برش اجازه پترول فروش از او را برش دادین، تحریمات برش دور کردین، خودتان لایسنس علیحده برش جاری کردین که میتونه مراوده های بانکی خود ادامه بده. بنان در اینجا معلوم میشه که ایران برنده دست بالا داره و امریکایی‌ها در حقیقت بازی را باختن. بسیار تشکر. و به نظر شما واقعا اسرائیل در رسیدن و خواستایش تا اینجای کار موفق بوده یا خیر؟ چون رهبران جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و حالا میگفته که هر کس را بخوایم هدف قرار میتیم و پیش از این مجتبی خامنه‌ای را همچنان تهدید کرده. زمان میتونستیم گفته که اونا موفق شدن که اگر با کشتن رهبران نظام متزلزل می ساختن، اگر با کشتن رهبران تغییری در نظام می آمد، اگر با کشتن رهبران نوعیت نظام تغییر میکرد، روش نظام تغییر میکرد، اهداف از اینا را قبول میپذیرفتن، شرایط از اینا را میپذیرفتن، باز ما میگفتیم که واقعا در کشتار رهبران اینا موفقیت را به دست آوردن. با کشتار رهبران جزئی ترین تغییر نامده. نظام در پابرجاست، از سابق که مستحکمتر شده، قویتر شده، بیدارتر شده. دشمنایی که در بین اینا رخ نکرده بودن، سرمایه گذاری 10 سال اسرائیل که خود افراد موساد که گرفتار کردن، هر کدامش اقرار کرد که بعضیش گفت که 10 سال است من پول میگیرم و کار میکردم و بعضیش گفت که 13 سال است که پول گرفتیم و کار کردیم در داخل ایران و بالاخره گرفتار شدن و بی خوریششان برده شد. به هزاران نفرشان گرفتار شده، به هزاران نفرشان اعدام شده. بنان ما فکر نکنم که همچی یک باخت را که کشور داشته باشه. حتی جزئی ترین اهداف خود به دست نآوردن. تغییر نظام هدف کلی اولشان بود، تجزیه ایران هدف دومشان بود، از بین بردن اتم پروگرام سومشان بود، با آوردن رضای پهلوی هدف چهارمشان بود، کنترل پترول ایران هدف پنجم از اینا بود. کدام یکیش به دست آوردن؟ کدام چیز به دست از اینا آمده؟ هیچ کدامش نآمده. و امروز ببینید در تشییع جنازه کسی که اینا شهید ساختن بیش از 4 کروڑ یعنی 40 میلیون انسان دو اشتراک میکنه از سراسر جهان. 100 کشور در اونجا هیئت میفرسته. امیال خبرای تازه که امروز صبح شنیدیم میگه تا میدم 30 کشور نماینده های بزرگشان رسیده به تهران و دیگه تایید کردن که نماینده های خودم میفرستن به تهران در اونجا. از فردا جنازه شروع میشه تا تاریخ نو 5 روزی جنازه در تمام ایران و در عراق گشتانده میشه و مردم برای او تعزیت میکنن. اینا ببینن که آیا کشتاری که اینا کردن به ذلت و به تباهی مبدل شده یا به عزت و به وقار مبدل شده. بنان جنگ اسرائیل بد رقم باخته از همین بابت است که دیوانوار در منطقه دندان میکنه. به هر طرف شما میبینید جنگ با ایران داشت، حملات با غزه بالای غزه انجام داد، جنگ با ایران داشت، حملات بالای لبنان انجام داد. همین تا دمی که من دین شب خبرها رو شنیدم در غزه دیروز هم بمبارد کرده، 2 نفر شهید ساخته و 3 نفر دیگه زخمی شده، مردم بیگناه. در لبنان همچنان با وجودی که معاهده را امضا کرده و معاهده‌ای که کاملا به نفع اسرائیل است که در نتیجه زو باید با کلی حملات متوقف میکرد بالای لبنان، بلکه نکرده تشدید بخشیده حملات خود. بنان این نشان میده که دیوانوار دندان میکنه بالای، نه تنها که با جهان در مخاصمت است، حتی در امریکا با دونالد ترامپ هم در مخاصمت هستند، چرا که جور نمیان. اهداف از اونا فرق میکنه، اهداف از اینا فرق میکنه. رئیس سابق استخبارات اسرائیل دیروز در یکی از صحبت‌های خود گفته بود که هدف ما تهران بود و هدف امریکا تایوان بود. بنابراین مشکل ما بود که ما با هم در استراتژی برابر نبودیم. امریکا در فکر ایران نبود و نه با ایران مشکل داشت. و ما خواستیم که به این مشکل بیاریم، از همین بابت اونا با ما در اینجا به حساب موافقت ندارن. این جنگ به کش شده رئیس، چرا که یعنی هدف اصلی امریکا در استراتژی نظامی و سیاسیش تایوان بود که در اونجا با چین مقاومت میکرد. در اینجا خود چین قوی شد.
چین دست بالاتر پیدا کرد، اسلحه خود در ایران تست کرد در مقابل امریکا و به عوض که به چین نقص میشه شد، به چین فایده کرد و به عوض که به امریکا فایده میکرد ضرر کرد و کلگی قوت و صلاحیت خود در منطقه از دست داد. بله آقای فاطمی، بیشتر باورها بر این است که ایران و آمریکا بر سر چین در تنگه هرمز معامله میکنن. بیشترین 80 تا 85% نفت چین از تنگه هرمز میرسه و اینجا بعض باورها بر این است که قرار است معامله پنهانی میان ایران و آمریکا بر سر چین صورت بگیره. شما چقدر به این مسائل باورمند هستید و فکر میکنید چنین چیزی را ایران خواهد کرد؟ خب با این سوال شما وضاحت میخواید. بله. چرا که سوال واضح نیست که بالای چین اگه ایران معامله میکنه. بله. چین و معامله میکنه یعنی برای چین تیل نمیته؟ بله بیشترین ضربه را اینجا چین میبینه و قرار است که دیگر نفت یعنی تیل برش نمیته؟ نفت دیگر برای معامله صورت میگیره که نفت دیگر به چین صادر نمیشه. ببینن این موضوع رو ما شما 2 هفته قبل بحث کرده بودیم. وقتی که جنگ تنگی هرمز شروع شد امریکا تنگه را بند کردن. این ما گفته بودیم که امریکا پلانش بود که تنگی هرمز را بسته کنه. هندوستان، چین و ژاپن 3 کشور آسیای جنوبی و شرقی دور است که اینا 80% ضرورت از اینا از این منطقه مشبوع میشد. امریکا خودش آمد تنگی هرمز را بسته کرد و تهمت بالا ایران گفت تا عمیق قراردادها را در ونزوئلا بسته کنن و پولش به امریکا بره و در هندوستان قراردادش گرفت، ژاپن گرفت، با بالای چینایا فشار انداخت و به چینایا گفت که این تنگه بسته است، تو به پترول ضرورت داری اونجا بیا. بنان این یک از پلان های امریکا بود و این را تطبیق هم کرد و عملی هم کرد. اما اگر معامله صورت میگیره و مسئله حل شوه با دو صورت خو اینا جلوی چین گرفتن نمیتونن. فرضاً ایران بگه که من خطیل نمیتونم که هرگز این کار ایران نمیکنه. چرا هر کسی که تحلیل کرده و این سوال جور کرده کاملا غلط است، بی بنیاد است. از خاطری که در جنگ با عقب ایران کی استاده بود؟ چین استاده بود. کی بهترین کمک کرد؟ چین کرد. آیا ایران با کسی که با او عمیل استاده است با او دشمنی میکنه؟ این دشمنی با خود ایران است. از این بابت والا که ایران بگه که با امریکا بگه درست است من برش تیل نمیتونم به چین، از دیگه کشورها گرفته میتونه، از میره از کویت میگیره، از عراق میگیره، میره از امارات متحده عربی میگیره، از قطر میگیره، از عربستان سعودی میگیره. یعنی تنگی هرمز پر از چیز است، نفت است. بله آقای فاطمی، تنها ایران خو نیست اگه ایران بند کنه. در سیاست قسمی که شما بهتر میفهمین دوست و دشمن دائمی وجود نداره. یعنی شما پرسش اساسی اینجا البته تحلیلی که صورت گرفته و پرسش که مطرح شد پرسش از پیش همگان بوده و پرسش اساسی اینجاست که احتمال از این وجود داره که آمریکا با ایران معامله پنهانی بکنه؟ نه خیر، در مورد چین فکر نکنم. درست است فرموله درست است که در سیاست دوست و دشمن ابدی نیست، اما این قدر دیوانه هم کسی نیست که در زمانی که دشمن هر دقیقه داره حمله میکنه و کسی که در پالوی توی ایستاده است به اون نیش بزنن. این کار دیوانه هم نمیکنه. ایرانی که بالای لبنان سر خود داده رئیس که هیچ فایدهش هم برش نمیرسه، از لبنان هیچ فایدهش هم نمیرسه، سر خودم میزنه مشکنانه داره. همین جنگش بالای لبنان است. آیا بالای چین چطور معامله کرده میتونه؟ آیا بالای روسیه چطور معامله کرده میتونه؟ من فکر نکنم. از این بابت میگم که هر کسی پرسش جور کرده عقبی سیاسیش ضعیف است، تحلیلش ضعیف است و این بنیاد نداره. این چیز بسیار تشکر. دکتر سید برال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در این بخش خبر سپاسگزاریم. جان سپاس که دعوت کردید. سپاس از شما. همکارم بلال آریان در این مورد گزارش دارد. همزمان با برگزاری مراسم وداع با علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که نزدیک به 100 کشور، هیئت رسمی، شخصیت‌های سیاسی و گروه‌های مردمی برای شرکت در مراسم حضور دارند، از جمله نمایندگان چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان، گرجستان و دیگر کشورهای منطقه. از افغانستان نیز عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی حضور دارند.
امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران حملات امریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کرده و آنچه ایستادگی ملت ایران خوانده تمجید کرده است. آقای متقی همچنان روابط کابل و تهران را مبتنی بر منافع مشترک توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که تنش‌های منطقه از طریق گفتگو پایان یابد. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند او ورسره مل پلاوي نن د ایران له ولسمشر ښاغلي مسعود پزشکیان سره وکتل. محترم عبدالغني برادر اخوند له ښاغلي پزشکیان سره په لیدنه کې د ایران حکومت او ولس سره د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د شهادت د تسلیت ویلو ترڅنګ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان او ایران ترمنځ ګڼو برخو کې د مشترکاتو یادونه وکړه او زیاته یې کړه دواړه هیوادونه څرګندې ګټې لري. در سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که جمهوری اسلامی از نظر نظامی شکست خورده و مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. او گفت ایران تقریباً با خواسته های آمریکا موافقت کرده و ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به نتیجه برسد. در 4 ماه نخست ما توانستیم جمهوری اسلامی را از نظر نظامی شکست دهیم. آنها کاملا از نظر نظامی شکست خورده‌اند. هنوز چند موشک برایشان باقی مانده، اما اگر لازم باشد آنها را هم از بین میبریم. در تهران نیز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد که رهبر جدید جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را در صورت موافقت 3/4 اعضای شورای عالی امنیت ملی مجاز دانسته است. به گفته پزشکیان 12 عضو از مجموع 13 عضو این شورا به آغاز مذاکرات رأی مثبت دادند. آقای پزشکیان افزوده است که ما در مقابل دشمن کوتاه نخواهیم آمد و تا آخرین لحظه از ایران دفاع خواهیم کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در واکنش به نشست امنیتی 12 کشور به رهبری آمریکا در بحرین حضور نیروهای خارجی را عامل ناامنی منطقه دانست و تاکید کرد امنیت پایدار تنها در سایه همکاری کشورهای منطقه و بدون دخالت قدرت‌های خارجی امکان پذیر است. در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3/4 رأی بیاره مسئله حله. 3/4 از 13 نفر 12 نفر رأی نداد. بحث کردن، دفاع کردن. همه تک به تک دفاع کردن. تصمیم گرفتیم بریم هم کار انجام بدیم. در همین حال قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده و گفته است که هر گونه دخالت آمریکا در تنگ هرمز تهدید علیه حاکمیت ملی ایران تلقی خواهد شد و با پاسخ سریع و قاطع مواجه می شود. قرارگاه خاتم همچنان اعلام کرد تمامی شناورها موظفند از مسیرهای تعیین شده توسط ایران عبور کنند و هر گونه تخطی با واکنش نیروهای مسلح روبرو خواهد شد. جمهوری اسلامی قابلیت پیشبرد مذاکره و مقابله رو به طور همزمان داره و به خاطر بدعهدی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی اگر ما در حین مذاکره تخلفی و نقضی رو از آمریکایی‌ها و افراد مذاکره کننده در طرف مقابلمون ببینیم در میدان به اونها پاسخ خواهیم داد. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد امریکا در مذاکرات غیر مستقیم با ایران پیشنهاد داده است در صورت کنار گذاشتن طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری و صرف نظر کردن از ادای کنترل بر تنگ هرمز بخشی از حدود 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. با این حال مقام‌های ایرانی این پیشنهاد را نپذیرفته و همچنان بر حاکمیت خود بر تنگ هرمز تاکید دارند. بدون تردید این شهادت اراده ما رو قوی‌تر کرد. ما امروز با اراده محکم‌تر به دشمنان ملت ایران، امریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار میگیم که تقاص خون امام شهیدمون و همه شهدامون رو خواهیم گرفت. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همزمان با برگزاری مراسم وداع در تهران، روند مذاکرات تهران و واشنگتن اختلاف‌ها بر سر تنگ هرمز و افزایش تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای همچنان از مهمترین محورهای تحولات خاورمیانه به شمار می‌رود. و به همین ترتیب می‌رسیم به پایان بسته خبری 5:30 در یک وقت. بر شما خوش. خدا نگهدار.